سلام، خوش اومدین به یک انرژی خانی دیگه با لیزا. میخوام براتون فال احساسی بگیرم. کسایی که کات کردن میتونن روی این فال نیت داشته باشن. من بچینم ببینم که کلن حال هوایی که احساسی که از شما دور شده کلن چیه. من کارتابون میزنم. شما توی این فاصله اسم کیس احساسیتون که کات کردین تو ذهنتون 3 بار تکرار کنین، نیت کنین، انرژی بفرستین، ببینیم که چه انرژیایی پیش روی شما و ایشون هست. اولین انرژی که من گرفتم این بود که کیس احساسی شما آنچه فرقی نمیکنه که شما خانم هستین یا آقا. من میبینم که کیس احساسیتون یه اخلاقای تندی داشته، اخلاقای خاصی داشته که شما رو اذیت میکرده. این اخلاقای خاصش اگه مقداری پرخاشگر بوده، مغرور بوده، یه حالت عصبی و بیشتر حالت لجاجت میبینم. خیلی آدم لجوجی بوده و همین اخلاقای خاصش، این لجبازی ها، غرور، این لجاجتی که داشته باعث شده که این رابطه رو به سردی بره کم کم. با اینکه احساسات شما تو این رابطه زیاد بوده، دوست داشتن از سمت شما دیده میشه، ولی متاسفانه به خاطر این رفتارهای ایشون
یعنی اینجور شده که شما دیگه آخرش کم کم دیگه نسبت به رابطه دلسرد شدین، ناامید شدین و کلا این رابطه رو به کاتی سردی و کات کامل رفته. الان چیزی که من بخوام بگم از سمت شما، من فعلا دلتنگی میبینم، ناراحتی میبینم و اینکه شما هنوز هم به این آدم دارین فکر میکنین و منتظر هستین، منتظرین که شاید یه حرکتی از سمتشون باشه و اینکه مدام دارین به خودتون فکر میکنین که آیاشون الان با کسی در ارتباطه و داره چیکار میکنه. خیلی کنجکاوین، حالا یا پروفایلش رو چک میکنه یا آمارش رو از افراد دیگه میگیرین و کلا یه جور دارین فکرتون به شدت درگیره که الان چیکار میکنه و با کیه و منتظر هستین، منتظرین ببینین که آیا حرکتی از سمتش میبینین یا نه. کیس احساسیتونم، من فعلا نمیبینم که با کسی در ارتباط باشه. چیزی که من دارم، انرژی که دارم از سمتش میگیرم این که این آدم درسته خیلی سخته، درسته خیلی لجبازه، ولی الان پشیمون شده، انگاری که احساس میکنه توی زندانی گیر کرده، خیلی ناراحته و داره به شما فکر میکنه، حتی خواب شما رو میبینه و به شدت نادم و پشیمون از رفتاری که با شما داشته و اینکه تو فکر بازگشتم هست. من میبینم که شاید من یه عده احساس میکنم که شاید کیس احساسیتون هیچ آدرسی از شما نداشته باشه، شاید داره دنبالتون میگرده، شاید گمتون کرده یا شمارتون شما عوض کردید، یا همچین حالتی برای عده هستش که داره دنبالتون میگرده و جوی احوالتون هست و حتی اگر همین حالت نیست میبینم که حالا شما چک میکنه پنهانی و سراغاتون رو میگیره، جوی آمارتون رو میگیره. هر دو من میبینم که پشیمونین، ناراحتین، ولی کلا در کنار که حالا گفتم بهتون که مغروره، کلا آدمی هستش که خیلی سبک سنگین میکنه، خیلی برای اینکه مثلا حرکت کنه فکر میکنه. این آدم ساعتها به خودش فکر میکنه، حتی شبها خوابش رو میبینه، قبل از خوابش فکر میکنه، کلا همه فکر و ذکرش شدین، ولی خب میترسه. من انرژی میگیرم که اصلا از اینکه سمت شما بخواد قدم برداره ترس داره، ولی خب من میبینم که بالاخره با اینکه با همه ترساش من میبینم که این آدم با همه غروری که داره بازم دیگه شهامتش رو جمع میکنه و سمت شما حرکتی میزنه و من میبینم که این روی این رابطه کات شده یک معجزه افتاده، کلید براتون افتاده، یک روشنایی بزرگ و اینکه این آدم سمت شما قدم برمی‌داره. یک تماس تلفنی از سمتشون میبینم، حالا ممکنه حتی تو فضای مجازی هم باشه، سمت شما قدم برمی‌داره، به شما پیشنهاد میده، ولی این بار میخواد که رابطه رو یک جور دیگه پیش ببره و نمیخواد که دوباره اون اشتباهات رو تکرار کنه و نمیذاره که دوباره رابطه رو به سردی و کاتی بره و من آینده رابطه رو براتون روشن می‌بینم و برای شما بازگشت دیده میشه.